فرق بین سفارش آسیا و سفارش کره. از همه هر دو اینا رو کشور چین تولید میکنه. به سفارش آسیا و سفارش کره معروفه. که ایشون تولید شد، ایشون تو موز بودن و به سفارش آسیا معروف بود و به فروش میرفت. نون که اومد تو بازار کهنه شدش دلازار. ایشون به اسم سفارش کره اصلی تولید شد و جای خودش رو تو بازار گرفت. از تفاوتاش بخوام بهتون بگم، تفاوت اصلی این کار تو زیرهاشونه که همونجور که مشاهده میکنین این کار زیر رنگه و این کار زیر تیکه خوره، مشابه سری اصلیشه دوستان. تفاوت جزئیش بخوام براتون بگم، جابندی های کاره. همونجور که مشاهده میکنید این کار مثل سری اصلیش طراحی شده و این کار شباهتی به سری اصلیش نداره و همچنین پشت استخونی های کاره که رنگاش متفاوته و این کار مثل سری اصلیشه. همونجور که مشاهده میکنید زبونه کار سفارش کره اصلی هلالی و مشابه کار اورجیناله، اما سفارش آسیا شباهتی به کار اورجینال نداره. فقط تفاوت تو ظاهر خیلی زیاده. امیدوارم به کارتون بیاد. واسه رفقاتونم بفرستید. نکات از دست دادن. دوستتون